درود بر عزیزان دل. اینجا چنل پریفان میوزیک، چنل ریاکشن به موزیک ها، ویدیوها، طبیعت، فرهنگ زیبای کشور تاجیکستان، سفر توریست ها و خلاصه قصه های زیبایی از این فرهنگ مشترک بین ایران و تاجیکستان و در واقع ما فارسی زبان هاست و بریم این موزیک جذاب بسیار جالب و ویدیو کلیپی که در واقع برای ما فرستادید رو با هم دیگه تماشا کنیم، گپ بزنیم و دقایقی رو با هم دیگه به خوشی بگذرونیم. ممنون میشم که شما هم مثل همیشه ما رو بهره مند کنید از کامنت هاتون و لایک این ویدیو رو برای ما بزنید. بریم و تماشا کنیم. بانو شبنم صابری یا شبنم صبیری اینجوری نوشته شده. بریم و تماشا کنیم و این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. Ilu co tak szloki no. Wuu! I inaczej, co my tu nadejdzie? شما tak szlok چشم سر. چقدر این دوست عزیزمون شبیه آقای بهنام بانی، اون خواننده مطرح ایرانی است که در واقع طرفداران زیادی هم در تاجیکستان داره. اصلا فرم صورت و استیل و خیلی جالبه. دخترا میدونی چی اینجا چی گپی هست؟ یا بر میری؟ میره رفتیم دخترا. جانم به این کلیپ خوب، به این پوشش های زیبا. do bolo da casa da pizza americana. Sim. بودایی واه حاجی اونجا نمیریم، اونجا کانسرت هست. بریم به این کنسرت. یه WC بره و چقدر زیبا این کلیپ. قبل از اینکه بخواد این آهنگ حالا خونده بشه اینو بگم که چقدر زیبا از المان‌های طبیعت، از فرهنگ، از رفتار، از همه چیز، از فرهنگ زیبای تاجیکستان اومده استفاده کرد. این پوشش‌ها و این رنگبندی‌ها و ویدیو کلیپ بسیار با کیفیتی که کلی حس خوب به هر بیننده میده و علاقه‌مند میکنه به کشور زیبای تاجیکستان، مردم خوبش و فرهنگ زیباش. در کنار کنسرت چیشته باشم. طنز این دود لالای خوبه، دوست خوبه. چشمکای کلگی مستش روز ندارم ای دستش خایل شده این دلم به حسن و قد بستش خایل شده این دلم به حسن و قد بستش انا جانم جان جوره جان جوره اینا مهربان عاشقم کرده بدان بچه ابرو کمان. عاشق این کلیپ هایی هم که همیشه تم طنز توشون حفظ میشه
و خب معمولا کلیپ های عاشقانه ایه که الان اینجوری یک رقیب عشقی برای اون پسر قدیمیه پیدا شده و خلاصه که گفت حواسم بهت هست. چه رنگ و لعاب زیبایی داره لباسی که بانو شبنم صابری پوشیده، رنگ نارنجی بسیار زیبا و قشنگ، دلبری میکنه اینجوری. عاشق اینجا شدم. اومد یه خط و نشون کشید و رفت. ببین با اون فلوتش اومد تو صورت اون رقیب عشقی جدید. قشنگه که از سازهای محلی هم در کنار این تم پاپ جدید و اون سازها و تنظیمهای دیگری که داره استفاده میشه در این آهنگ، از این سازهای سنتی، از اون نی که اون حالا دوستمون به لب داره، گرچه اینجا حالا داره فیگورشو میاد، شاید هنرمند دیگری مینوازه، یا این ساز شبیه دوتار و دنبوره است و دف و دایره و اینها، این اصالت حفظ میشه در کنار اون تم شادی که این موسیقی داره. میگم خیلی حس خوب به آدم میده. خوبی دیر رسیدی. آقا کنسرت چشید؟ کنسرت؟ اینجا بیا بچه، بیا بچه هم ایسو سبای برای ما بگر پر ذخیره داخل بر وقت بیایی چکار به کنسرت بود. چه جای زیبایی، چه فضایی، چه طبیعتی، چه بکر، چه آرامش بخش و واقعا قشنگ بود. صدای بانو هم زیبا بود و شعری بود که انگار مختص یک عاشقی خاص خونده بود بانو شبنمو، که همونجوری که گفت با اون ابروی کمان اومدی و دل شبنم رو بردی. قشنگ بود و جالب بود و بسیار خوش ساخت بود این ویدیو کلیپ. لذت بردیم و این دقایق رو با هم دیگه شاد شدیم. امیدوارم شما با بنده همراه بوده باشید و لایک این ویدیو رو فراموش نکرده باشید. به زودی برمیگردیم خدمتتون با کلی ویدیوهای جذاب دیگه. خدا نگهدار.